روز یکشنبه 7 اکتبر پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان گفت او تحقیق پرونده بینام و نشان شدن خبرنگار سعودی جمال خاشقجی را شخصاً پیگیری می‌کند. رهبر ترکیه هنوز هم امیدوار است که قضیه به طور مثبت حل خواهد شد. همه چیز از جمله داخلشوی و بیرونشوی از کنسولخانه تحقیق می شود. همین گونه رفت و آمد به فرودگاه نیز مراقبت می شود. اردوغان علاوه کرده است که باید منتظر خلاصه دادستان‌ها شد. روز شنبه منبع‌های ترکی به خبرنگار ریترز گفته بودند که احتمال خاشقجی روز سه‌شنبه گذشته در کنسولخانه سعودی واقع در استانبول کشته شده است. روز 6 اکتبر کنسول عربستان سعودی خبرنگار رویترز را به بینای 6 طبقه کنسولگری دعوت نمود تا به چشم خود ببیند که خاشقجی در بینا نیست. کنسول سعودی محمد العتیبی تهخانه، عبادتگاه، اتاقهای کاری، آشخانه و حاجتخانه و دیگر حجره‌های بینا را به خبرنگار رویترز نشان داده تأکید کرد که خبرنگار بینام و نشان شده در کنسولگری حضور ندارد. خاشقجی روز سه‌شنبه با هدف درست نمودن اسنادش برای عروسی در پیش ایستاده و کنسولگری سعودی در استانبول رفته بود. ولی به قول معشوقه‌اش که در نزد بینا منتظر او بود، خبرنگار سعودی از داخل بینا بیرون نبرآمد. کنسول سعودی میگوید کنسولگری 2 برآمد دارد. شاید خاشقجی از یک در آمده از در دیگر بیرون شده است.